در تالار ورزشی به نام پرویز صابیرов مسابقه جودو میان ورزشگران شهر دوشنبه برگزار شد. در مراسم افتتاح مسئولان برگزاری مسابقه در حضور جودوکاران سخن رانده ابراز داشتند که بهترین های این میدان را در پیش مسابقه های بزرگتر داخلی و بین المللی انتظار است. تذکر گردید که امکان دارد از میان اشتراکچیان این مسابقه جهت تکمیل منتخب کشور استفاده شود. واقعا همچون ورزش جودو بسیار نزد مردم ما محبوب است، تعداد زیادی ورزشگران و دوستداران جودو در تالار مذکور جمع آمده بودند. پس از مراسم افتتاحیه باشد ورزشگران بر روی دو گلم برآمده به نیروسنجی پرداختند. مسئولان مسابقه هم برگزاری چمپیونات شهر دوشنبه را برای انتخاب معرفگران ملت مهم ارزیابی کرده ابراز داشتند که مرحله یکم انتخابی در سطح ناحیه‌ها برگزار شده بودند. مقصد از برگزاری مسابقه در آن است که برای چمپیونات جمهوری تاجیکستان که در پیش است این مسابقه دسته منتخب شهر را معین کردن است که خیلی به همه معلوم است فدراسیون نو تأسیس جودوی جمهوری تاجیکستان امسال با دستگیری رئیس فدراسیون با دستگیری رئیس شهر دوشنبه محترم مصطفی امالی گران پری بار یکم امسال در تاجیکستان دایر می‌گردد مسابقه بزرگ و مقصد از این است که چمپیونات شهر چمپیونات جمهوری تاجیکستان دسته منتخب جمهوری تاجیکستان را معین کردن و در گران پری دسته را آماده نموده است. از همین لحاظ امروز زیاده از 150 نفر در این مسابقه حضور دارند، اشتراک دارند. در مسابقه شهر دوشنبه آید به جودو پهلوانان از ناحیه‌های پایتخت در 7 وزن اندر میدان رقابت شدند. در واقع هر کسی از این ورزشگران هنر و توانایی بیشتری داشته باشد در چمپیونات تاجیکستان اشتراک نموده در صورت موفقیت در آن امکان دارند که در یکمین گران پری دوشنبه آید به جودو که تابستان سال جاری برگزار می‌گردد کشور ما را نمایندگی کنند. به همین خاطر رقابت‌ها بسیار پرشدت صورت می‌گیرند و ما هم امیدواریم که تاجیکستان نه تنها میزبانی خوب برای برگزاری گران پری جودو می‌شود بلکه جودوکاران شهر دوشنبه نیز برای میهن افتخار آفرینی می‌کنند و شاید ما شاهد چهره‌های نوی جودوی تاجیک گردیم.